سلام بچه‌ها، به ویدیو جدید خوش اومدین. قراره آدمایی که روزای بدی داشتن رو با هم ببینیم. کی اول جا خالی داد زودتر؟ مرده فکر کنم لیز خورد. دقت کنید. دختر نابود شد. آلوله. دیم تنها ریاکشنت همین بود. گند زدی یه آب یک محله رو قطع کرد. مرسی. قد دوست دارم برم امتحان کنم گلف. اینجوری نه. صد به آرامش رفت. خب نرخم که وزن تو نمیتونه نگه داره که چه انباری های این الان انباریشن. چه انباری قشنگی دارن. یکم شبیه فیلم ترسناک های البته. شانس من. این کار من همیشه این کار میکنم. آسمایی رو بندازم. چرا دارت میزنی بعدشان دارت دیگه در نمیگرد. پاپا همین که خورده سنش زیاد بود، همین که وزنش زیاد بود. What؟ به موقع پیاده شد. شانس آورد خودش شکست. اگه مردم شکست بدتر بود. چیه؟ سنجاب از خود بیشتر ترسیده. در باز کنیم بره. لازم نیست چوب بیسبال رو گرفته زمینش رو دون کنه. خندش بولو. آها در رو باز کرد پله میخوره میره پایین. آه ندید رفت. بچه هرم پرت کرد با خودش. نکن اینکش پرت شد. تو باشی چی؟ آشلاخ نشان نده دیگه. اوه فکرم دیدین حتما چون وای گربه فکرم تولیستایی بچه اونجا رو بازی گرفت. معذرت خواهی میکنه. گربه خودش ترسیده. باور کن از سگا خطرناکترن گربه. ریاکشنش رو کیه باباشه. Keep blowing, 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 blow. Not suck, blow, blow. چه یه سوسک رو دیوار بود. فکر کنم افتاد رو خودش. تنش ملخه دیگه. یا سوسک ملخ بود فکر کنم. چی اتوبوس؟ نه کامیونه. من ویدیو اینجوری قبلا هم دیدم. چرا کامیونای خارجی رو پرواز میکنه یک دفعه ای؟ یا کن به یه چیزی خورد پرت شده ولی خیلی دیگه پرت میشه. نگاه
رفت رو سقف خانه مردم. به احتمال زیاد بار نداشت چون گاریش انقدر ثابت بود. تیر برقم کند. برق یک محل رو قطع کرد. تو رو خدا تا آخر نشان بده. حسابش من دیرو سالم. نگاه کنی الان اینجا هیچی نیست که بگی تو جاده چیزی بوده خورده بهش. یه دفعه دورم نزد که بگی مثلا آفرین یه پول اضافه حالا باید بدی اونجا رو برات جمع کنه. تو فکر کنم مال خودش بود شون. ول کن دیگه. نباید میگرفتیش. هیچی نشد زیاد. مقایسه با اون قبلیه هیچی نشد. شانس آورد آب نبردش پایین تازه. نگاه دیدی گفتم یهو پرواز میکنن. الان چرا کارش بلند شد؟ من چند بار دیگه هم ببینم نمیفهمم چرا. یهو کاری عجیبه. برید بالا کلاتون. شیشه ماشینش پایین بود. فرود اضطراری وسط اتوبان پیش میاد. چیز عجیبی نیست. کیه؟ در کنده شده بود. تو تقصیری نداری. در اصلا محکم نبود سر جاش. آها نگو یکی از همون ویدیوهایی که گفتمه که با دوربین جلوی در گرفتم بعد آمدن دزدیم. گفتم ترسناک. یه لباسی هم پوشیده که انگار کسی شک نکنه. فکر کنم اصلا جایی داره کار میکنه. چه بزرگ بود پیتزاش. چقدر نازک بود. کارتون خم شد اونم خم شد. پیتزا فقط ایرانی. خواب بود فکر کنم. باید خواب باشی مسیر صفا نتانی بری. رژه سطل آشغال پرک کرد به رژه. با پرچم ایرلند هم اون بالا بودشن. همه نگردم بهش. عجبه. خانه شبیه خانه شرلوک هومز نیست. شبیه خانه شرلوک هومز. تخم مرغ این همه. چرا کامل نشان ندادن چی شده؟ برف زیرش خالی شد. چی بود؟ دادا شروع کرد به باز دادن. عمقش زیاده. مگه الان این وریاش بستن که مجبوری از همونجا رد چی؟ پشت رو نگاه کن. به خدا از عمد این کارو کرد. فقط باید از عمد این کارو بکنی. همه رو با دست جمع کن. همه رو با دست جمع کن. من این اتفاق یه بار برام افتاد ولی با پلاستیک کوچیک. چرخاش باز نشده. کاش میومدی رو چمنه این ور بهتر بود. باز کامیون. کامیون کاری نکردیم ما.
دیدی این همش دلیلی نداشت که بگیم خواب بود یا چی، یه دفعه پیچید. ببرنش سر جاش. نگو از اون نه از اون پرت نمیشه. دوستشو قرد گرفت. Yo. You good? Yo. Hold on, let me see. Yo, you hit the wrong car. Yo, you hit the... بازی کامیون چرا این کار بکنی؟ چرا این ویدیو پر خودش صدا نداره؟ چرا این ویدیو پر چیز بود؟ کامیون بود. امیدوارم نه فکر کردم میخواستم بگم امیدوارم غذای خودت باشه ولی دیدم غذای همه شونه چون این فقط نوشیدنیاشون گرفتن. چجوری گرفته بودیم دوباره تصادف؟ تقصیر کی بود؟ تقصیر اونی بود که گاف پیچید نگاه نکردم تراک کنده. بری کار کنش. من یه بار با چای اینجوری شدم. صداش دقیقا اینجوری بود. انقدر ریز ریز شد که همه رفته تو لباسم. 10 سال پیش بود. زد به پلیس. چرا انقدر پر ویدیوهای چیز بودین؟ تصادفی بود. چرا باید این کار چیکار کرده؟ برای $60 چیکار کردی برای؟ موهاشو نگاه کنه کلا تاس کرده فقط عقبشو نگه داشته. اون به تانجات میخواد همه رو بزنه. دستی را نکشیدی. آروم خورد. هیچ نشد. یا کن قبل از اینکه پاشو بذاره اونجا یک شتابی گرفت به خاطر همون افتاد به نظر من. هیچی نشد. فقط گربه ترسید. جلوی یهو ترمز کرد. همین چی نشد. نفهمیدم. اول باید شاخهای بالا رو میزدین دیگه. یهو کل درختی که نمیزنن که. هم رو خانه افتاد هم رو ماشین فکر کنم. نه ماشین دور بود. بازه که دیگه میزنم به پلیس. نه جلوی پلیس چیز رفت. خوشبالت چی بود؟ بند چیز باز شد یا این که آره دیگه اون بنده باز شد. نه یه چیزی از افتاد از اون بالا کنم. آره یه بنده پاره شد افتاد. زنه رو میخواد به پاش بگیره که زنه نیفته. یا شاید هم نه. کسی توش بود گاز داد یا اینکه شیب بود؟ کجا رفت مرده؟ فکر کنم با همین ماشین همینجور رفت.
نه کسی توش نبوده. بشین، لازم نیست بشینی. به سر بالایی بود. نه سر پایینی تره حتی. رفت گرفت. خوبه پایین نخورد. پایین بخورد بدتر هم بود. باز یک نفر این که معلومه برای چی داره اینجوری میکنه. معلومه برای چی داره. خوش رفت دستانه اینجا دیگه. وای چقدر دارم خنک شد. آیوکو احمق همه روشونه کردم. فرمان دوچرخه فکر کنم اینجای بدی خورد. فکر کنم اینجای خیلی بدی. چی شده؟ کدوم بر زمینه؟ الان من گیت شدم. روار که ابره که نیست. آها آره درست شد. زمین کجا؟ این فکر کنم چترش باز یا نه خیلی داشت غلط بود. اینا یه جای بدی پارک کرده بودن. پلیس آمده اینو وصل کرده که بیاد ماشینا رو ببره. جای پارک جلوی خود پلیس هم دارن این کار میکنن. نه یکی ماهی رو ننداز و فیلم میگیریم. جیمی of رفت سکان. نه هنوز اون پایین الان میاد منتظر توه. یکی از اون بالا بیفتی پایین. خنده زنه واقعیه. خنده اصلی بود فکر کنم. هیچکی اونجوری مو کوتاه نمیکنه. قیچیش شکست. قیچیش شکست. خاموش شد فکر کنم. یا کنیم وای نه هیچی نشد. چون زیرش آب بود. صدای کلش بود. محکم خورد ولی آنم خورد. صداش هم شدید خیلی بود. ایوه هستن کسی که با چشم بسته این کار انجام بدن؟ نه ببین دقیقا فکرم اونجا بود که انگشتش بود ندید. کلش خورد اینجا. خیلی زود پرید فکر کنم. نکن حتی سگا میدونن از کجا دود برن. این چه جور ورزشیه؟ معلومه که نفر میفته تو آب. چرا آب گذاشتیم؟ نه اگه کم ترخیص بشه برنده مثلا. خوش به حالش. دوباره تصادف. خب تو که میبینی ماشین نباید میامد. باید وای میساد این رچه بعد دور بودن. ولی چرا گاز میدی همچنان؟ چون حقاته. حالا اینجا دوربینم داره. فیلم میگیره ماشین میشه.
وزن برای اون تخته خیلی زیاد بوده. Boys, man of it, let's do it. دوچرخه. من اول فکرم موتوره. Oh no. چجوری که همه با هم افتادیم فقط یه نفر درست. تو برو دیگه. یا باید برگرده دوباره مسابقه بدن. مسابقه شروع شده دیگه. کی فهمید دندان اونجوری میکنه که بیاد بیرون؟ آلود فکر نکنم. به گربهش گفت برو بگیرش. Dude, just come on. آه. Oh, gross. No, come back. تنها حرفی که داری اینه که چندشه. افتاد بود. این اتفاق بدی نبود. यही पे है मतलब वहाँ पे तालाब के उस साइड में वेट कर रहे हैं هندیه. और मैं क्या करूँ मतलब इतना लेट हो चुका हूँ کی به یاد داده رانندگی رو؟ کی به رانندگی یاد داده که تا یک موتوری پیچید جلوت به جای اینکه مستقیم بری یا اصلا ترمز کنی سریع پیچیدی. زیادم پیچیدی. بعد با این اعتماد به نفس انقدر داری با سرعت بالا هم تازه میری. شبیه خاویار نبوده ببین. خودش صدا نداره. منم نمیفهمم داره چی میوزه این داخل از اون. فقط یخ فهمیدم. این همه ریخ آخر ترسید. چی داره میخوره؟ بیسکویته. سرعت زیاد و رفت تو جنگل گم شد. قلابا رو گذاشتن اگه ماهی آمد سریع هم بگیرن. همه قلابا رو انداخت. باید برگرده بده باز تصادف. من نمیدونم برچه اینقدر پرو ویدیوی تصادف بود بیشتر این تا این مرده بد پیچید یا اینکه واسه من باید بفهمم زنه یه دفعه پیچید خیلی وحشیانه. مرده اینجا هم میتونه سرمز کنه حتی اگه پشت درش ماشین بود. الان فکر کنم بغل ماشینش رفت. قشنگ هم اومد پارک جای پارک کرد. I'm really sorry. آفرین. زنه براش توضیح داد. نیا کن. حالا ایران بودم دیگر پاره میکرد. مرسی ویدیو رو دیدیم بچه ها. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. Come, Mr. Tallyman, tally me banana.